سلام وقت بخیر. امروز در مورد مهمترین چیز میخوام باهاتون صحبت کنم. یه چیزی که مد شده، خشک کردن بدن. حالا خشک کردن بدن به چه صورت هستش اینجوریه که خب میان غذای کمتری مصرف میکنن، فشار بیشتری به بدن میارن، نه عروقشون رو چک میکنن، نه قلب رو چک میکنن، نه فشار بدن رو، فقط میخوان خشک کنن بدنشون. یک، اگه شما خانم هستین قطعا نیازی به هورمون نداره، چون من الان بیشتر خانمایی رو که دارم میبینم توی اینستاگرام مربی هستن یه رده‌ای از هورمون دارم توشون میبینم که اینا تزریق کردن. حالا بیشتر که یعنی یه سری هم هستن خیلی طبیعی کار کردن و اون قضیهش فرق میکنه. ولی وقتی که شما هورمون تزریق میکنید خب همه چیز بدنتون رو به هم میریزه. من اینو درک نمیکنم. اگه میخوایم واقعا بدن سالمی داشته باشین، اینکه خشک باشه بدن شما شاید دوست داشته باشین، ولی چیزی که باید در نظر بگیریم برای خانم ها اینکه درصد چربیشون از 1% پایین‌تر بیاد هم برای بدنشون خوب نیست. یعنی شاید با آقایون مثلا از نظر ژنتیکی فرق میکنن، یعنی آقایون مثلا خشک بودنشون با خانم‌ها کلا فرق میکنن. یه خانمی که مثلا میخواد چربی بدنش رو بیاره زیر 16%، جریانش با یه آقایی که میخواد بیاره زیر 16% خب فرق میکنه. برای خانم‌ها زیاد جالب نیست از نظر سلامتی، حالا توی تحقیقاتی که انجام شده. و اینکه دنبال دارو نرن. و مورد بعدی اینه که طبیعی ورزش بکنن و نیازی به چیزی ندارن و نیازی هم ندارن که همیشه دائما در ورزش باشن. من یه چیزی که همیشه به همه گفتم اینه که اگر ورزش انجام میدین، اون ورزشی که دوست دارید و انجام میدین، حتما نیازی نیست که شما 100% بخواید یه بدنی داشته باشین که سیکس پک داشته باشین یا هر چیز دیگه. مطمئن باشین اون نگه داشتنش خیلی سخته اگر واقعا در اومده باشه. چون من خیلی از بدن‌ها رو دارم میبینم که با هورمون با استروئید و خیلی راحت هم سیکس پک دارن، حتی خانم ها. و من میدونم که در آوردن سیکس پک به همین راحتی ها نیست، مگه اینکه شما ورزشکار خیلی حرفه‌ای باشی، مثل فوتبالیست، مثل کشتیگیر، اونم تازه اگه بدنشون رو دقت بکنی روی وزن پایینی که دارن، و اینکه دائما رژیم باشی، یعنی تو هیچ چیزی خارج از چارچوب رژیم نخوری. پس گول تبلیغات، گول این که فلانی بدنش اینجوریه اونجوریه، اینا رو لطفاً نخورید. گول عکسای اینستاگرامی آدما رو نخورید. خیلی هستن که با هورمون میتونن یه کاری بکنن که شما با 10 سال ورزش کردن نمیتونید انجام بدید. پس سالم ورزش کنید، خوب غذا بخورید، خوب بخوابید، استرس نداشته باشید. اگر استرس دارید توی هر شرایطی کمش کنید. حالا با طبیعت رفتن، مثل خودم که با طبیعت و سفر کمش میکنم. و اینکه روتین غذایی و ورزشیتون رو رعایت بکنید. با یه ورزش منظم، یک روز در میون ورزش رفتن، ادامه دادن ورزش دلخواه. ممنون از لطفتون.